هنگامی که فرمان ما فرا رسید و تنور جوشیدن گرفت، گفتیم یک جفت از هر موجودی را سوار کشتی کن و نیز خانواده ات را، البته به جز آنها که وعده هلاکتشان قبلا داده شده است. همچنین اهل ایمان را با آنکه تعدادشان اندک است بر کشتی سوار کن. و گفت بر کشتی سوار شوید. بسم الله رمز حرکتش و توقفش است. بدانید پروردگار من آمرزنده و باگذشت است. در همان حالی که کشتی آنها را از میان موجهایی چون کوه می‌گذراند، نوح فرزندش را که در گوشه‌ای گرفتار بود ندا داد: ای پسرم، همراه ما سوار شو و از انکار کنندگان حقیقت نباش. فرزند گفت: به زودی به کوهی پناه میبرم، شک ندارم که مرا از این سیلاب محافظت خواهد کرد. نوح گفت: امروز هیچ محافظی نمیتواند عذاب خدا را دفع کند مگر آنکه خود خدا رحم کند. و در این هنگام موج بین آنها حائل شد و پسر از جمله غرق شدگان گشت. و امر شد که ای زمین آب خود را فرو بر و ای آسمان از بارش بایست. آب در زمین فرو شد و کار به پایان رسید و کشتی بر کوه جودی فرو نشست و ندا آمد که نفرین بر ستمکاران باد. و نوح پروردگارش را ندا داد که پروردگارا، پسرم از خانواده من است، در حالی که وعده تو حق است و تو بهترین حکم کنندگانی.